پولم. امی پولم چی است؟ بله من میفهم. این یک حساب الکترونیکی است. من همیشه برای فرستادن پول به عزیزانم استفاده میکنم. تشکر بچه. من برای ازدیاد کردیت افغان بسیم استفاده می نمایم. من به خاطر خریدار استفاده میکنم. من برای سهولت دریافت معاش ماهانه خود استفاده می نمایم. من بله برق خود را در مسیر را تحویل می کنم. من برای فعال نمودن بسته های صوتی و اینترنتی افغان بیسیم استفاده می نمایم. پولم ای کل کاره بوده. اینه من خو یک حساب جور کردم. شما چطور؟ برای راجستر نمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم مراجعه نمایید و با داشتن سیم کارت افغان بیسیم یک قطعه عکس و کپی تذکره برای خود حساب پولم باز نمایید.